سرطان گرفت ولی بازم ادامه داد. بریم ببینیم. همونطور که دیدین یک ورزشکار خیلی خفن و حرفه‌ای بود. طبق چیزی که می‌بینیم احتمالاً سرطان روده بزرگ گرفت و مقعدش دیگه جای قبلی نیست، جای جدیده و از اینجا باید دستشویی کنه. اما دوباره برگشت و دوباره بدنش رو ساخت. فرض کنید سرطان بگیری دوباره برگردی با انگیزه دوباره بدنتو بسازی، خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. بعد بعضی از ماها متاسفانه با تن سالم و وقت آزاد و جیب پرپول، خیلی ها رو می‌بینم هم وقت دارن هم جیب پرپول دارن، همچنان نشستن که نشستن منتظر معجزه و منتظر اون شنبه که میخوان شروع کنن.